رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روز جمعه را در حدیث مبارک وصف کرد و فرمود که خیر یوم طلعت علیه الشمس یوم الجمعه، بهترین روزی که آفتاب در او طلوع میکند روز جمعه هست. بهترین روزی که آفتاب روشنایی میکند و طلوع میکند بهترین روز جمعه هست. فیه خلق آدم علیه السلام، در این روز جمعه پیغمبر خدا گفت که خداوند جل جلاله آدم علیه السلام خلق کرد. و فیه ادخل الجنة، در این روز جمعه بود که خداوند جل جلاله آدم صفی الله را به جنت داخل کرد. و فیه اهبط الی الارض، در همین روز جمعه بود که خداوند جل جلاله آدم علیه السلام از جنت به زمین فرود آورد. و فیه تقوم الساعه، در این روز جمعه قیامت قایم می شود. به همین خاطر همین حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که اهل صالحین، اهل متقی ها پیش از جمعه از روز پنجشنبه الکی تیاری به جمعه می دیدند. شب جمعه را به طاعت عبادت می گذرانیدند. در شب جمعه اکثرا اهل طریقت دلایل الخیرات می خواندند، اوراد فتحیه می خواندند و دیگر کتاب هایی که در اون همه اوراد و ذکرها اذکار و اوراد هست تلاوت می کردند، شب زنده داری می کردند، از خوف آن که مبادا که حدیث رسول اکرم است که قیامت قایم می شود، شاید که در این روز قیامت قایم شود، گفته شب جمعه را هم به عبادت خدا یکتا می گذراندند، روز جمعه را هم به عبادت می گذرانیدند. این روز است که البته که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را وصف کرد.